بله بله نماز ویتر برای که همینجا زمیچانی کلا که این خواندن وای نادرست. کجاش نادرست؟ این نمازی ما یه بار قیصرش نکنم شما با خیلی شما گوین همین نماز درسته استاد مثال الله اکبر میگوی نماز سر میکنی سوره فاتحه زمی سوره رکوع خیر میخیزی بعد سجده میری بعد دویم رکعت میخیزی با سوره فاتحه زمی سوره دویم رکعت در اتحیات بعد میخیزی با سوره فاتحه زمی سوره تکبیر میگوی الله اکبر میگوی دوی قنوت میگوی میشینی اتحیات صلوات میکنی سلام میتی تمام هم خیلی درست است برادر فهمیدم این روش در مذهب حنفی هست یعنی اگر رفت و همین خیلی نماز خوانیدم همین خیلی نماز خوانیدم نماز تو نماز است لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم این خیلی نمیخواندن اتحیات نمیخواندن بعد دوم رکعت ویتر یا سه رکعت پای در هم میخواندن یعنی که در رکعت دوم با اتحیات نمی نشستن یا اینکه دو رکعتش الهیده خونده یا رکعتش الهیده میخواندن فهمیدید نماز شما هم درست است این نمازی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخونه او درست تر است اگر هدی پیامبر صلی الله علیه و سلم که عمل کنید خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم بهترین راه و روش محمد صلی الله علیه و سلم است چون که اون راه و روش از پیش الله تعالی با واسطه جبریل آمدگی است اما مذهب ها جبریل فرامدگی نیست با آنها یعنی مذهب ها و یک فکری شخصی یک عالم است از حدیث ها و آیات ها همین خیلی برداشت کردگی است فهمیدید